باوری او پریاک و خلکی بدستالات وگیرد داد. لیب اگر حکمرانی سقط یا هر دو پارتن دستالات دارن هرما کردستانه اتمای 29 سالن بوری دا او پر حرفتیه. و نها هرچه پروژه و برنامه که حکومت پیشکش کرد خلق باور جنا کرد. حوالاتی جی اگران بوی چنده ودگرینن کوب دریجه جی خو حکمران هرمه دست دره و بهانه و سوزنش قصد و دریش مزایدان بر ندایه. لما پروپاگاندی تلویزیونات اینا کردن رو هر کسی دی قباری خو ماستر پروژه ده تبر خو و بانگشه بود که تن لیبری اگر چند پارلمانی دا آنجه پروژه دا خلق دی بری خود دی چنات یا کنن جلوی کسی وانش اوی کاندیده هنی ور یادیج هبونا کمک قیران امریکا کردستان تدا در باز بنو همین قیرانجی دید گلک جین قیران دارای بگیرش قیران کاری بگیرش قیران آوی دک دورا بگیره نیش قیران سیاسی بگیره خلق رنگ هزار بکتن اوام مجیل کرنه که یعنی حکومت بخلقیت کتن یانجی بجبیر وکرنه که هر کابینه گاتید و هر وعدی داد و حکمت و وعدی نو جبهه نو کردن بالعکس برجام دیویدا نو بیدن چون که عالمه که ایلی صار بوی مادام هر وعده بداد و چه وعده جبهه نکردن یعنی عالمه که گشتوی ویروده که هیچ رنگی که اف حکمته هیچ رنگی که چه بو وی ملتی نکرد تنها جی دستالات نان خوب آفکا خباتا چیایت خود و پزرکا که ابنارد خوازید خلکیت سردا بد الی افرو جیهان بچیک بویا و سوشیال میدیای و را گهاندن بگشتی پردل سر همو بابتان لا داینه و راستی آشکرا بوینه. سوزن حکومت جی وکو دیواری سر بفره هرزید حرفن و راستی خویاد بن. الیت گل و چنده جی هشتا دره و بدره پانید کن و دان پیدان بشکستن الخونا کن. اما کو حکومت شنابینو وکو حزب اف حزبت دصالات 29 ساله بالین دنا خلق خو دنا فرمانبر خو آنجی بشین بگشتی کردستان کو اف بالینه سر نگرتینه یعنی فراغ که گله کامازن کتیت و ما بین دصالات و خلقی دا او فراغ هنجی او فراغت ماینه هلاویستیشی حکومت ابدرا و خاپاندن اف خلقی سر دابریه بون منجی بری دروجه حکومت عراق اف برپاره فریکریه هرمه ل فرمانبر و مستاجی او باوری نکرده اف حکومت وی پاره آن وی موچی دیدا بشکت یا نه سوزنج دروین بر پرسان و درشمن بری قدارین دمی هل بجارتنان و دان پیندان بشکستن خو هبونا گندالی و زلال نبونا دهات ولاتی به باوریا خلکی بدستالات برهمین آیا. اوی چنده جی ماترسیل سر پرسن هستیار مینا اکرزیان اف مالا کردی و چارنوی سوالاتی درست کریه. آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دهوک